صبح شد و دوباره صدای زنگ ساعت و دوباره اون حس آشنای خستگی عمیق. چشات رو باز میکنی و انگار خواب هنوز نصف و نیمه تو وجودت جریان داره. چرا هر چقدرم بخوابیم این احساس خستگی به سراغمون میاد؟ خواب فقط یه استراحت ساده نیست. خواب خوب سوخت واقعی واسه مغز و بدن ما. وقتی خواب کافی و با کیفیت داشته باشیم، حافظمون بهتر کار میکنه. تمرکزمون بالا میره و خلق و خوبمون شادابتر میشه. اما اگه خواب بی کیفیت داشته باشیم، حتی 8 ساعت خواب هم مثل 4 ساعت موثره. ژاپنی ها از دیرباز میدونستن که خواب چیزی فراتر از یک نیاز فیزیکیه. اونا باور دارن که خواب بازسازی کامل بدن و ذهنه و کیفیت اون میتونه کل روز ما رو بسازه یا خراب کنه. اونا بجز چرخه های خواب و نور محیط روی ریتم روزانه، تنفس و محیط آرام خواب بسیار حساسن. آماده سازی برای خواب بهتر، هماهنگی بدن و ذهن. اولین قدم برای خواب با کیفیت آماده سازی بدن و ذهنه. یعنی هر کاری که در طول روز انجام میدیم میتونه خواب شبانه ما رو بهتر یا بدتر کنه. ژاپنی‌ها این مرحله رو مثل یه روتین آرام و مقدس میدونن. مرحله‌ای که ذهن و بدن رو به حالت استراحت عمیق میبره. یه دوش آب ولرم قبل از خواب بدن رو آروم میکنه و ذهن رو برای ورود به حالت استراحت آماده میکنه. پیاده روی کوتاه یا تمرین‌های کششی سبک بعد از ظهر فشار روزانه رو کاهش میده و بدن رو تو تعادل نگه میداره. حتی نوشیدن یه فنجون دمنوش بابونه یا چای سبز سبک سیگنالی به مغز میده که زمان آرامش و خواب فرا رسیده. ژاپنی‌ها به نور حساسیت ویژه‌ای دارن. نور آبی صفحه موبایل و لپتاپ ترشح ملاتونین رو کاهش میده و خواب رو به تعویق میندازه. بنابراین توصیه میکنن حداقل نیم ساعت قبل از خواب از وسایل دیجیتال فاصله بگیریم و محیط خواب رو تاریک، آروم و دلنشین نگه داریم. چرخه‌های خواب و قانون 90 دقیقه‌ای. بدن ما تو چرخه‌های 90 دقیقه‌ای میخوابه. هر چرخه شامل خواب سبک، خواب عمیق و خواب رمه. ژاپنی‌ها باور دارن که هماهنگی با ریتم طبیعی بدن کلید بیداری شاداب صبحگاهیه. اگه شما ساعت 12 شب بخوابید، بهترین زمانهای بیداری 6 صبح، 7:30 یا 9 صبح. حتی اگه دیرتر بخوابید، محاسبه چرخه‌های خواب میتونه به شما کمک کنه تا هنگام بیدار شدن کمتر احساس خستگی کنید. اونا میگن خواب مثل موسیقیه. هر چرخه نوت خاص خودشو داره و باید اون رو با دقت دنبال کرد. تکنیک‌های علمی و ژاپنی بیدار شدن راحت. نور صبحگاهی مثل سیگنالی طبیعی به مغز عمل میکنه و هورمون کورتیزول رو افزایش میده که باعث بیداری طبیعی میشه. ژاپنی‌ها معمولاً چند دقیقه کنار پنجره میشینن و نور خورشید رو تدریجی دریافت میکنن. در سکوت و آرامش بدون عجله. یه لیوان آب تازه بعد از بیدار شدن گردش خون رو فعال میکنه و انرژی اولیه رو به بدن میرسونه. چند حرکت کششی ساده و تنفس عمیق بدن رو آماده شروع روز میکنه. این روش‌ها بخشی از فلسفه ژاپنی کایزن برای خوابه. بهبودهای کوچیک و پیوسته در عادات روزانه که نتایج بزرگی به همراه داره. روزهای دیر خوابیدن، تکنیک خواب جبرانی. زندگی همیشه مطابق برنامه ما نیست. شبا دیر میخوابیم، امتحان داریم، پروژه داریم یا فشار کاری زیاده. ژاپنی‌ها برای این موقعیت‌ها از خواب جبرانی کوتاه استفاده میکنن. حتی چرت 20 دقیقه‌ای بعد از ظهر میتونه انرژی از دست رفته رو برگردونه. اما چرت طولانی چرخه خواب رو مختل میکنه و بازدهی رو کم میکنه. بلافاصله بعد از بیدار شدن نور طبیعی بگیرید. آب بنوشید و چند حرکت سبک انجام بدید. این تکنیک‌ها ثابت کردن که خستگی ناشی از خواب کم رو تا حد زیادی کاهش میده. نکات طلایی پایانی. فلسفه ژاپنی‌ها برای خواب. ساعت خواب و بیداری منظم داشته باشید حتی آخر هفته. اتاق خواب رو خنک، تاریک و آرام نگه دارید. استرس و نگرانی رو قبل از خواب مدیریت کنید. مدیتیشن کوتاه، تنفس عمیق یا نوشتن یادداشت مفیده.
بدن و ذهن خودتون رو بشناسید. هر کسی ریتم خواب متفاوتی داره. ژاپنیا میگن خواب یه هنره و هر کسی باید هنر خوابیدن خودش رو یاد بگیره. با رعایت این روش‌ها حتی وقتی دیر میخوابید میتونید با انرژی، تمرکز و آرامش روزتون رو آغاز کنید. صبح‌ها دیگه فقط زمان بیداری نیست، بلکه فرصتی برای همنوا شدن با ریتم طبیعی بدن، انرژی تازه و آرامش عمیقه. هر نفس، هر حرکت، هر چرت کوتاه، همه بخشی از این هنر بیپایانه که زندگی شما رو بهتر میکنه و همین راز بیداری شاداب و زندگی پر انرژی.